سلام به همه دوستان موشکاف بنده موشکاف. آقا از حال و روز علی گدا و شیخ پری نپرسید که پتاله دیگه کار از باندبازی و این حرفا گذشته. حالا دیگه دلواپسا از حول برباد رفتن عمامه حزما به فکر جبهه و جبهه بازی افتادن. در شرایطی که دشمنان انقلاب اسلامی در برابر انقلاب و نظام اسلامی به صورت جبهه‌ای عمل و با به راه انداختن جنگ نرم و تهاجم سنگین فرهنگی تلاش می‌کنند با جبران شکست‌ها، ناکامی‌های خود طی 3 دهه گذشته در عرصه‌های دیگر و انقلاب را در عرصه فرهنگی به مرز فروپاشی بکشانند، در چنین شرایطی نیروهای مؤمن و انقلابی نیز باید به صورت جبهه‌ای عمل نمایند. میخوان جبهه‌ای عمل کنن. رفقا اگه پس فردا شنیدی دلواپسا یه والفجر 8 رفتن رو باند اکبر کوسه، تعجب نکنی، جبهه بازی و جبهه‌ای عمل کردن دارن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که مگه الان وضعیت باند ولایت چجوریه که به ناگهان به فکر عملکرد جبهه‌ای افتادن؟ جزیره‌ای عمل کردن این مجموعه ها و بعضاً انجام اقدامات تکراری و غیر ضرور باعث شده تا این جریان نتواند از ظرفیت‌های خود به خوبی استفاده کنند. خب راست میگه دیگه. وقتی شیخ پری اینجوری خیز برمیداره و به دلواپسان نظام آدرس جهنمو میده و میزنه تو سرشون که خود باوری ندارن، همینجوری میشه دیگه، دوچار خود جزیره بینی میشن. این طرف داستان هم باز حیرت انگیز است. تعامل هراسی. میگن چرا با یک خارجی نزدیک شدید؟ الکتریسیته خطرناکی اینا دارن، بهشون نزدیک نشید. یک آقایی میاد میگه هر وقت ما با خارجی ها مذاکره کردیم شکست نصیب ما شد. عجب. این همه امام فریاد زد خودباوری. این همه رهبری نظام فریاد زد خودباوری، اعتماد به نفس. آره همینه. علل حساب وضعیت دلواپسا جزیره‌ایه و روبینسون کروزوشون هم علی گداست. حالا باز روبینسون کروزو رو یکی نجات داد، علی گدا چه غلطی بکنه؟ قبلا چتر نجاتش هوا عمامه دایناسورای خبرگان بود که اونم کوسه داره هپلو هپو میکنه. 2 سال و اندی تا انتخابات مجلس خبرگان رهبری زمان باقی مانده است، اما به کما رفتن آیت الله مهدوی کنی برخی را به استرس انداخته است که مبادا شخص مورد نظر آنان به رأس مجلس خبرگان رهبری نرسد. منظورش اینه که شخص مورد نظر اونا نمیرسه و شخص مورد نظر اینا یعنی شیخ اکبر میرسه. بله دیگه، با این وضعیت 8 مذاکرات و روغنکاری گلو علی گدا واسه زرخوریای بعدی معلومه که کوسه به تمام میفته و هوایی میشه. اینها این کیهان شربت مداریه که داره بند ولایت و اونم بعد مذاکرات 2 جانبه با شیطان بزرگ لو میده. 8 ماه بعد در عین حالی که تحریم‌های اصلی در جای خود قرار دارد و همبستگی غرب دست نخورده باقی مانده است، فشار بر ایران حفظ شده و دولت تهران به سختی در تلاش است که به انزوای سیاسی و اقتصادی خود پایان دهد. آره، در تلاش به انزوای سیاسی و اقتصادیش پایان بده، اما ته خط هر غلطی بکنه به عمر خودش پایان میده. این بکشی که تو نظام را افتاده آخرش حمامه ولایت و دنب کوسه رو میپیچونه تو هم و خیر یعنی خلاص. رقصای نامش
موشکافی